دو انفجار لوله گاز روزهای 4 و 5 دکبر اینجا در دهه معرفتی جماعت چهارتپه ناحیه رودکی رخ داد. به گفته ساکنان نخست ساعت‌های 10 شب 4 دکبر در منزل مصطفی میرمتی 46 ساله ترکش لوله گاز صورت گرفت و بر اثر آن 4 فرزند این خانواده که از 8 تا 24 سال داشتند در جای حادثه آسیب دیدند و آنها را به بیمارستان انتقال دادند. مقامات گفتند که از 18 تا 37% بدن این نفران سوخته است و به گفته ساکنان دهه خود صاحب خانه در روسیه قرار دارد و آثار ترکش لوله گاز و آتش سوزی در این بنا بر الان معلوم است و هرچند دروازه خانه گشاده است ولی کسی در اینجا دیده نمی شود. حادثه بعدی فردای آن روز اینجا در منزل یک ساکن دیگری ناحیه رودکی دهه معرفتی رخ داده است و به گفته شاهدان حادثه بعد از ظهر 5 دکبر رخ داد و در وقت سر زدن حادثه در اینجا خود صاحب خانه و برادر همسرش که همچون اوسا کار میکرده است در جای حادثه حضور داشتند و در پی این حادثه خود صاحب خانه آسیب دیده و برادر همسرش به هلاکت رسیدند و در عموم در دو حادثه انفجار گاز اینجا در دهه معرفتی ناحیه رودکی 5 نفر آسیب دیده 1 نفر به هلاکت رسیدند. در آغاز سر زدن حادثه برخی رسانه ها نوشتند که ترکش بالون گاز است که ساکنان تاجیکستان در نبودن برق استفاده میکنند، ولی بعدتر مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند حادثه در پی انفجار لوله گاز رخ داد که به مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه گاز میبرد و به گفته برخی از آگاهان حادثه سالهای پیش در پی سرچوی مناسبتی تاجیکستان ازبکستان به این لوله ها گاز نمی آمد، ولی در چند وقت اخیر با بهتر شدن مناسبت ها از لوله های اینجا گاز به مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه انتقال می یافت. در پی این حادثه مقامات گفتند لوله های گازی را که از طریق آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال می یابد دوباره از سنجش می گذرانند، ولی با این وضع معلوم نیست که جبران ضرر این ساکنان ناحیه رودکی را کی می پردازد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، دهه معرفتی ناحیه رودکی.